السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مخلصان عزیز، من الحمدلله سنترم خالد است. یکشنگ گروه ها اومدن به مسجد قبا. Med omedim no men mesela me omedan dia ko boy no men ya ko son bacci caccio de vero lo hamen dia ko do me studian kan na yo kan da ham se do da ka do bacci caccio ko ma lo deftere sero vere ya do me studian kana ki şmoyan soğuk der roz kamyana binedi do orada ka basta ko bacci caccio to ne Allah rahmat ya rahmat. که این دم در روش شود استقاش فروخ شود خدا جردن رزق با برکتی نسل و های با برکتی اللهی مهربانم خدا هم کنه کل چه بدی کنه حضور میمان کسای الله از خدا تمید کنم از خدا طلب کنم الله هر دو و دو را دوش کنم رحمت الله رحمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد حاجون محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله برای شما تینجی نصیب گرداند و رحمت الله و برکه الله برای شمایان عزیز باد. الحمدلله. به نهایت الله به حمد و ثنا میگویم که شمایان عزیز کتی در این روز بهترین، در این مکان بهترین ملاقات سخن گفتن الله نصیب گردان ساز. به نهایت شکرانه زیاد الله سبحانه و تعالی و الحمدلله. فضل الله کتی من شما مدینه منوره آمدیم، مدینه که بعد از آمدن آفتاب تابان رسول الله صلی الله علیه و سلم منور گشت، درخشان گشت. این مدینه و الله قدم های من و شما نصیب گردان ساز. به نهایت خرسند میشدگی، تبسم میکردگی وقت و لحظه ها حاجی محترم. الحمدلله. با فضل الله که من دین من و شما آمدیم به مسجد نبوی شریف در آمده، در اونجا نمازها خواندیم، به رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام ها درود ها فرستادیم و زن ها الحمدلله امشب همه در آمده به روضه شریف در آمده به محمد صلی الله علیه و سلم از نزدیک سلام های خود را و سلام های اهل خویش و تبار را و همگان را رسانیدید. الله تعالی به درگاهش قبول گرداند. من الحمدلله مسجد قبا، من مسجدی که در پشتتان استاده است، انا من مسجد قبا، مسجد میگوید لمسجدون اسس علی التقوی اول اليوم. الله تعالی میگوید این مسجدی که بالای تقوا بنیاد کرده شد از روز اول. روز اول کی بنیاد شد؟ انشاءالله حاضر صحبت میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه به این نهایت عذاب سخت شد برای مسلمان ها، الله اختیار کرد که
به مدینه منوره هجرت کنند. وقتی که از مکه به مدینه آمدن، در این محله نامش چی بود؟ قشلاق قبا. یثریب یعنی تمام مدینه بود، قبا این محله قبا بودم اینجا. بنی عوف زندگی میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز آمدنشون اینجا نبر آمده اهل مدینه پایده میشتن. روزی از روزها میگون یک یهودی بالای بامش برآمد، میبیند که دو شخص آمد، شخص ناشناس. اهل مدینه گفت این انسان‌هایی که شما پایدهش دادید آمد. گفت تمام اهل مدینه، من این طرف جنوب اهل مدینه، جنوب مدینه اینجا میبیاد اینجا. حاضر که من شما اتوبوس که 10-15 دقیقه بوده و شاید یک چند ساعت اومدن میبیان همینجا. بعد همچنان خرسندی که پیشواز میگیرن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا انا همینجا بود. انا همینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میبیان، انا همینجا قبول کرده میگیرن. همچنان میبیان، هم سلام علیک، هم ابوبکر باشن. بعدا میبینن که آفتاب شود، ابوبکر با لباسشون که رسول الله صلی الله علیه و سلم سایه میکنن، بعدا میشناسن که این کی شخصی تاکی سایه نشتگی محمد رسول الله بدنشونه صلی الله علیه و سلم. بعد از این اومدن رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه کلثوم ابن حد منده اومده 4 روز زندگی میکنن محله خوبانده. روز دوشنبه میبیان، بعضی تاریخچه‌ها میگن ماه ربیع الاول 12 روزش بود. اومده همینجا روز دوشنبه اومده تا روز جمعه همینجا استقامت میکنن. یکمین کاری که میکنن مسجد میسازن. یکمین کاری که میکنن همون جای قبا مسجد کلان دیده استادید، مسجد مدیه خورده مسجد میسازن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش اشتراک کرده، دستای مبارکشون کشون کردی غشت و سنگوش گرفته مونده. مسجد میسازن. مسجد ساختن برای عبادت الله، برای مسلمان‌ها یک جای کردن، برای مسلمان‌ها یک دیگرشون محبت بستن. مسجد میسازن و در این مسجد برای سه الله عبادت کردن. برای همین الله گفت که این مسجد ساخته شد در روز اول بالای تقوا، یعنی بالایی که الله به عبادت کرده شد. ببینید که این مسجد به این نهایت فضیلت‌های کلانش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعداً روز جمعه برآمده مدینه میره، رهنده یک مسجد است. اگر روز به همون راه گذره مسجد جمعه میگن، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا نماز جمعه خونده، بعد مدینه منوره در اومده. 4 روز همجن سه استقامت کرده، یک مسجد ساختن که تا که مسلمان ها جمع شود، جمع شود، دوستی محبت پیدا شود و یک جای الله سکنن عبادت کنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز شنبه اومده این مسجد، هم یا بعضی شاید پیاده می اومدن، بعضی شاید سواره اومده زیارت کرده نماز خونده می رفتن. و در بابی مسجد من تاریخش کمتر باشدم فهمیدید. و با مهم چیزش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن من تطهر في بيته وأتى ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له أجر عمره. حدیث ترمذی میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن کدام شما کسی که در خانه‌اش طهارت میکند، پاک میشد و مسجد قباء میبیاد و در مسجد قباء نماز میخواند، 2 رکعت نماز میخواند، الله برای وی یک ثواب عمره نصیب میگرداند. سبحان الله. آجای محترم، ما برای عمره کردن اومدیم، ولی عمره ان شاء الله یا پگه دیگر رفت عمره میکنیم. لیکن بینید که در 4 دقیقه ان شاء الله یک ثواب عمره از میگیریم. یک ثواب عمره تصور کنید، برای عمره اومدن چند سال باز نیت میکنید، چند سال باز پول جمع میکنید، چند سال باز اوچرت پایدید. من الحمدلله امروز الله آسان کرد، 1 ساعت حجت ها جابجا ساز، نیم ساعت جابجا ساز. من شمایان عزیز الله یک گروه همه وقت تنها خواهد آمدم. انا که امروز ما نماز امکانیت یک در آمده این مسجد 2 رکعت بسیار 2 رکعت نماز خونید برایید، لیکن 2 رکعت همچنان خونید که اخلاص کت خونید، محبت کت خونید، احسان کت خونید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسند که احسان چیست؟ احسان چیست؟ این رسول الله میگن که احسان الله همچنان عبادت کنید که الله گویا که میبینید. باز من چه دیده گوش کسادید، الله همچنان بالای جای نماز برآمدید، همچنان نماز خونید که الله شد دیساگه باید، همچنان سبحان الله گید،
حازم کنید رکوع کنید که الله پیشتون دیساگه باید. لیکن گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم شما که الله نمیبینید فراموش نکنید که الله شما دیده است. چه نماز خوانید قلبتون سه گذشت است. برای همین یا اینکه از هم مسجد در اومده ما چاق زده رسو شروع بده از نماز بدست میبرویم یا اینکه یک ثواب عمره گیت میبرویم. کدامش افضل ما؟ ثواب عمره. تصور کن یک عمره ما دور عمره که میشیم حیاتمون. برای همین حجای محترم حرکت کنید. و هو ایطور نتید گپ من ایطور تید. مهم چیز التماس در اومده از دوملا من درباره دو رکعت نماز یک اخلاص که خواندن کمتر انشالله صحبت میکنن نقص گوش کنید که تا که در اومده ما حقمونه که همت چهارزه بریم یک تا عمره یک گلوچ که کتاب رومان در کار ما خود یک گوییم که علاقچه‌ای که علاقه در اومده اولجی کتاب برود ما یک تا اگر ثواب عمره غیر نک نقص گوش کنید انشالله نماز اخلاص میاد درباره احسان انشالله صحبت میکنن. اگر صحبت مونده کمچیلک درباره با مثال خوبات هر خوش باشد دوملا با پر میکنن مرحمت دوملا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جماعت المسلمین. مادران، اپا و خواهران عالی قدر، برادران و مسافران محترم، چخیلی که برادر عزیز مفصل بیان کردن الله سبحانه و تعالی این مسجد و اهل این مسجد و هر کسی که در این مسجد نماز میخونه و هر کسی که این مسجد دوست میداره الهیده در قرآن عظیمشان به صراحت معرفی میکنه، بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. الله سبحانه و تعالی میگه با تحقیق مسجدی که در اول روز، در اول اسلام، در اول اون وقتی که آفتاب دلها به طرف مسلمان ها روشنایی کرد، تمام مسلمان ها امت محمد صلی الله علیه و سلم از تاریکی های ضلالت، از تاریکی های گمراهی، از تاریکی های نادانی، از تاریکی هایی که در اونجا به ایمانی بود، به خداگی بود، الله سبحانه و تعالی با واسطه اون آفتاب تابان مردم امت به سوی روشنایی های معرفت، به سوی روشنایی های توحید، به سوی حق و حقیقتگری، انسان و انسانیتگری، به سوی بندگی حقانی دعوت کرد. اینا چی میگن؟ اول روز گفتن ممکنه. مسجدی که در اول روز اساس گذاشته شد، بنا کرده شد، احق ان تقوم فیه. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در این مسجد قائم بودن تو، در این مسجد قائم کردن برای تو لایق‌تر و شایسته‌تر است. یعنی این مسجد لایق‌تر و شایسته‌تر است که در این مسجد نمازها را قائم کنه، در این مسجد الله سبحانه و تعالی را عبادت کنه، الله از خود راضی کنه. البته خطاب به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله سبحانه و تعالی عیناً رسول الله صلی الله علیه و سلم مخاطب قرار دادند، لیکن عزیزان معنا عمومی است. امروز ما و شما باید که این خطابی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم میشوه ما هم حقدار هستیم که خودمون به الله سبحانه و تعالی مخاطب قرار دهیم. برای همین در این مسجد هر کسی که نماز میخونه باید نهایت پاک دامن و پاکیزه باشه. مسجد الله سبحانه و تعالی بعد در قرآن عظیمشان آیتی که ما و شما ذکر کردیم بیان میکنه، بعدا اهل این مسجد با علاهد یک فضیلت بهترین وصف میکنه. چی میگه؟ فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. در این مسجد از جمله مردهای هستند، مردهای مؤمن هستند که یحبون ان یتطهروا،
چرا دوست می‌دارن؟ میگن چرا دوست می‌دارن؟ پاکیزگری را، پاک دامنی را، چی پاکیزگری و پاک دامنی ظاهری باشه چی باطنی باشه، مراد از ظاهری سر و لباس ما و شما، رفتار و کردار ما و شما. پاکیزگری باطنی عزیزان دل، این پاکیزگری قلب است. قلب از کفر، از شرک، از بدعت، از خرافات، از بیماری های قلبی، از کسلی های قلبی، کینه، عداوت، بغض، بخل، حسادت، هر نمود رفتار و کردار قلبی که باعث پرداشیدن بین ما و بین الله سبحانه و تعالی می شود، باید ما او را از قلب ها بیرون سازیم. موافق این وصفی که الله سبحانه و تعالی برای مردم اهل این مسجد در این آیه مبارکه وصف میکنه. الله سبحانه و تعالی در دام آیه چی میگه؟ والله یحب المطهرین، و الله سبحانه و تعالی شخصیت های پاکیزه را دوست می‌داره. سوره مبارکه توبه آیت 108 میتونه مادرای عزیز، برادرای عالی قدر به این آیه مبارکه شما خودتون چیکار کنه؟ مراجعه کنه. امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه مبارکه می نویسانند و قال قتاده رحمت الله علیه فرمودند لما نزلت هذه الآیه، وقت هنگامی که این آیه مبارکه نازل می شود، وحی الهی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرایه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرمایند لاهل قبا، برای اهل قبا، هر کسی که در این مسجد چیکار میکنه؟ نماز میخونه، با این مسجد محبت داره. چی میگن؟ ان الله سبحانه قد احسن علیکم الثناء فی التطهر فما تصنعون. رسول الله میگن ای مردم اهل قبا، ای مردم مسجد قبا، شما را الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان با پاکیزگری بسیار یک ثنای زیبا میگه. شما یا با زیبایی وصف میکنه، صفت میکنه. شما چیکار داره؟ چیکار میکنه شما چی عمل داره که الله سبحانه و تعالی شما را به صراحت در قرآن عظیم و شان ذکر میکنه؟ قالو، در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن انا نغسل اثر الغائط والبول بالماء. میگن یا رسول الله، عمل ما همین است که ما هر وقت قضای حاجت رفتیم، بول رفتیم، ما با آب شستشو میکنیم، خدامون پاکیزه میگیریم. نگاه کنه عزیزان دل، از بول پاکیزگری نکردن، در بول به اعتبار کردن، باز هم در حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید که باعث عذاب قبر میشود. اکثر عذاب قبر سببش چی است گفتن؟ بول است گفتن. برای همین ما اولا برای عبادتمون، برای دستور الله سبحانه و تعالی را بجا آوردن، برای عبادت ما در نزد الله عز و جل قابل پذیرایی شدنش اول باید چه کنیم؟ طهارتامون مستحکم و مکمل کنیم و باز هم برای الله سبحانه و تعالی را بخواهیم که از جمله بندگان محب و مقربش کردیم. باز هم باید چیکار کنیم؟ در پاکیزگریمون تاکید داشتگی باشیم، در پاکیزگریمون سر و کوشش و تلاش زیاد داشتگی باشیم. الله عز و جل عیناً با پاکیزگری که در طهارت ما و شما داریم، در غسل ما و شما داریم، در قرآن عظیم و شان بنده ها را وصف میکنه. این روایت امام ابو داود رحمت الله علیه بود. برای همین عزیزان دل ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که از هر ثانیه هایی که ما و شما در اینجا الله سبحانه و تعالی برای ما و شما ارزانش گردانید، از این استفاده کنیم. عجب نیست که تا امروز مشکلی هایی که از ما و شما حل نشده آمده، تا امروز ما و شما را غم میداد. 2 رکعت نماز با اخلاصی که ما در این مسجد میگذاریم، سرمون در سجده سبحان ربی الاعلا، ای الله پاک ما، ای الله تو از هر نمود کمبودی و نقصان و عیب و ظلم و ستم تو پاک هستی. ما تو را با پاکی یاد میکنیم، میگیم الله سبحانه و تعالی تا امروز مشکلی هایی که ما و شما را غم میداد شاید که چی شوه؟ راهی حل شوه بیاوه. برای این چه خیلی که برادر عزیز در بالا ذکر کردن، ما و شما نماز باید که با اخلاص بخونیم. حضرت جبرئیل علیه السلام در صورت انسانی، قصه دور و دراز است، جای درکاریش برای شما بیان میکنیم. عمر رضی الله تعالی عنه حدیث روایت میکنن که یک
روز با رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نشستیم. داخل مسجد نمیشناختیمش، لیکن در وجود این انسان، این مرد که این جوانی که نزد رسول الله نزد ما آمد، اثر سفر هم نبود، یگان تأثیرات سفر هم نبود. مراد از این چی هست عزیزان دل؟ مراد از این در دوره های رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که در این گرمی ها اگر سفر کنه 1 کیلومتر 2 کیلومتر سفر کنه، خاک و غبار عرق مقصد اثر سفر در وی نمایان میشید، در وی دیده میشید. ما نگاه میکردیم جوان چی نبود، انسان شناس نبود، آشنا نبود، از این نزدیکی های ما نبود، لیکن از یگان جای دور آمدگی گویم در وجود اون اثر سفر هم نبود. یک جوانی زیبایی با تماشاش سیر نمیشدگی حالت بود. بعدا آمد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، زانوش در زانوی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم چسبانده شیشت. در یک روایت دستهاش در سانهای رسول الله گذاشت، در یک روایت دیگر دستهاش در سانهای خودش گذاشت. بعدا چی گفت؟ یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم خبرم ته ای اسلام. در بعضی روایت ها یا رسول الله و ما الاسلام، اسلام چیست گفته سوال دادن. بعدا سوال دوم دادن، یا رسول الله ما رو خبر ته از ایمان. در یک روایت دیگر و ما الایمان، ایمان چیست گفتن. و سوال سومی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میدادن چی بود؟ یا رسول الله و ما الاحسان، احسان چیه گفتن. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جناب رسول نازنین صلی الله علیه و سلم گفتن احسان، گفتن احسان الله سبحانه و تعالی را همچنان عبادت کردنت که گویا که الله دیده ایستاده، گویا که الله دیده ایستاده. فإن لم تكن تراه، اگر الله دیده ایستاده نمیتونی در عبادتت، در اعمال صالحات، در کارهای نکوت، فإنه یراک، یک نمود رفتار داشته باش، یک نمود الله سبحانه و تعالی را عبادت کن، یک نمود در نزد الله سبحانه و تعالی در قیام بست، در رکوع ایستادگی کن، در سجده ایستادگی کن، در قعده نشستگی کن، گویا که تو الله سبحانه و تعالی را دیده ایستاده، گویا که الله سبحانه و تعالی تو را دیده ایستاده است. حداقل با اعتبار، با اعتقاد الله سبحانه و تعالی را عبادت کن گفتند. ما هم امروز گرچنده که در صحن مسجد هم باشیم، باید که اولین تشویش ما و شما چی باشه؟ الله سبحانه و تعالی در همه حالت اخلاص دوست می‌داره. هر نمودی عملی که ما عمره میکنیم، ای عمره نه کلانتر چی ای حج ای، اگر حج هم کنیم و جماعت عزیز در وای اخلاص الله سبحانه و تعالی نباشه وای بیکار ای. همین خیلی هست، باید اخلاص باشه. حتی ما قدمی که در اینجا میزنیم با اخلاص باشه. ای الله تو همین قرآن فضیلتش در مسجد فضیلتش در قرآن وصف کرده، اهل این مسجد فضیلتش در قرآن وصف کرده. ما برای همین با این مسجد محبت بستیم که تو در این مسجد محبت داری، برای همین ما قدم ما و شما تصور نکننده کفارت گناه ها می شود. برادران، اپا و خواهران، مادران گرامی قدر، صحبت دراز نمیکنیم. الله سبحانه و تعالی این صحبت از ما و شما مقبول درگاهش بگردانم، توفیق عمل برای ما و شما ارزانی بگردانه. الله عز و جل هر یکی ما و شما در قلب هامون علاهده آرزو و هوس، مراد و مقصودهای اینه که دینی و دنیوی داریم. الله سبحانه و تعالی از او خبردار و آگاه است. هر یکی ما و شما را به مراد و مقصود، به آرزو و هوس های اینه که دینی و دنیوی من جامعه عمل بپوشانه. الله سبحانه و تعالی در این مسجد، در زیارت این مسجد، در تماشای این مسجد، در نماز خوندن این مسجد چه فضائل و فضیلت های دنیوی وعده کرده باشه برای یکی ما و شما نصیب بگردانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شما مسجد قبا आओ जी हजरतों ना Thank you.